تا بدونی که راسته، تا بدونی که درسته. بنابراین سلام اوست که بر ماست و تسلیت اوست که بر ماست. او دل عزادار ما رو که ما عزای حسین داریم معنیش نیست که داریم بر او عزاداری میکنیم، یعنی ما عزای رسیدن به او رو داریم. میگن فلان کس عزای باغ داره، یعنی دلش باغ میخواد. عزا که به معنی داغ که نیست که به جگر ما بذارن. این مراسم عاشورا و مراسم ایام محرم همه نشانه عشق و امیده. ما میرقصیم وسط خیابان از عشق او، از شوق او. گریه میکنیم نه برای اینکه مثلا اون آب دادن یا آب ندادن. اون غرق در آب بود، غرق عشقی هم که غرق هستن در این عشقهای اولین و آخرین. بلکه او در حقیقت دست ما رو گرفته که تو اگر در این عالم قصه داری، ناراحتی داری، میترسی، بیا در حضور من تا من بهت بگم که هیچ قصه نباید بخوری. بنابراین گریه ما گریه شوقه که تو کجایی تا شبه من چاکرم، چارقت دوزم کنم شانه سر. من دلم میخواد مثل تو باشم، یک گوشه ابروی تو رو میتونم بهش برسم لااقل. و میتونیم ما هممون درس بگیریم